سلام بچه، با معروف ترین یوتیوبر دنیا مستر بیست اومدیم خدمتتون از کانال دابلند و امروز در ازای کارهای ساده قراره به مردم پول بده. مثلا اگه توپو بندازی تو سبد بسکتبال یا اگه بتونی تا هر شماره‌ای بشماری، اصلا از 1 تا 100 بشمار همونقدر بهت دلار میدیم. حالا از 1 تا 1 میلیون بشمار، مگه نه؟ خیلی کارهای جالبی قراره مستر بیست تو این ویدیو بکنه، همینجوری قراره پولاشو آتیش بزنه بره جلو. بریم با هم دیگه ببینیم. همونطور که میدونید من دوست دارم به بقیه پول بدم، اما تو این ویدیو یکم متفاوت انجامش میدیم. به مردم حق انتخاب میدیم. 10 ثانیه وقت داری تصمیم بگیرید. 9 8 7 6 5 این $10,000 رو رد کردی و مثال بارز این که نقد و ول میکنی میچسبی به نسیه. همینه. $10,000 جلوت بگیر دیگه. واقعا میدونی این کلید برای خیلی خوب، کجاست؟ مطمئن نبودم که باید کلیدو انتخاب کنم یا نه، اما حسم بهم گفت کلیدو بردار، پس به حسم اعتماد کردم. درست تا این گوشه متوجه میشی که کلید چیو باز میکنه. خیلی خوب، چشماتو ببند. خیلی خوب، حالا اون طرفی شو. هاویر کلاهتو بردار پسر. بیخیال. یه ماشین جدید برنده شدی. حد بزن ارزشش چقدره؟ قیمتش $26,000 پسر. میخوای امتحانش کنی؟ خدای ماشین خیلی دوست دارم. آقا یه گل کجا میرین؟ میدونی اینا دلشون خیلی خوشه، میتونن ریسک کنن. ما $10,000 برامون حکم 800 میلیون تومن رو داره، ریسک نمی‌کنیم، همونو میگیریم. تازه این پلاک هم نمیشه تو ایران اصلا. بله. یه چیز دیگه هم برنده شدی. کیف پولتو پس میدم. باشه. خاویر تو ریسک کردی و به نفعت شد. چی داری به حس بگی؟ شیشمتون گوش کنید، من کردم و راضیم. به حس شیشم. الان میخوایم 2 تا الماس بدیم. یکی از این الماس‌ها $25 و اون یکی الماس $6,000 قیمتش. بفرما، میتونی بهشون دست بزنی، هر کاری میخوای بکن. ارزش یکی $6,000 و اون یکی فقط $25. خیلی خوب، من هیچ ایده‌ای ندارم، ولی چون این طرف وایسادم این یکی رو انتخاب میکنم. من خیلی استرس خیلی دارم. خب، تفاوتی بین این 2 تا الماس میبینی؟ این تقلبی تر به نظر این میاد. یعنی چی؟ شبیه پلاستیکه. دستا چرا این میدونه. دستت بیشتر از اون یکی داره میلرزه؟ چون حس یکی میکنم. سنگین تره، پس یعنی الماس اونه. الماسینه. یعنی انتخابت این الماس الماس آره؟ من. آره. وای خدا، تقلبی رو انتخاب کرد. آقا مهمترین چیزی که به دست آوردی تا رفاقته. اینکه بری اونم تموم میشه. جایزه بعدیمون مثل شیر یا خط. آجی جدی نمیشه فهمید اختلافشو، خیلی سخته، مگه اینکه بزنی رو زمین بشکنیش دیگه. البته نمیدونم میشکنی. این طرف نوشته $0 و این طرف نوشته $1,000. بفرما بندازش. عالی. ایول پول خیلی خوب، صبر کن. میتونی اون $1,000 رو نگه داری یا ریسک کنی تا اینو بندازی. این طرفش نوشته $0 و این طرف نوشته $10,000. خیلی خوب، باشه. میخوام حداقل بندازیش بالای سرت. باشه. خیلی خوب. آقا این دقیقاً قمار نیست. این اگه قمار نیست پس چیه؟ باور نکردنی. همینجا بمون، تکون باشه. نخور. چندر نذار تکون بخوره. داشت چی تو ذهنت میگذشت؟ $10,000. این همه رو تا اینجا اومدن واسه $1,000 نمیکشم کنار. همه چی این که شما میبینین آره. یه فرصت استثنایی. خیلی خوب. میتونی برای $20,000 $10,000 تو ریسک کنی، اما این طرف همچنان $0. بنداز. باشه. بنداز. $20,000. چه خرشانسی رو همه رو برد. الان برمیگردن. شیت. نمیدونم پسر، مطمئن نیستم. امکان نداره بره سمت این. آی. به نظرم اگه این کارو کنی دیوونه ای، اما $40,000 و $0. به دوست دخترم زنگ میزنم و تماس تصویری میریم. عزیزم. نامزد سلام شما عزیزم. $20,000 برد. بدون شوخی دارم میگم. نه. اگه این وری بیفته $0 میشه، این طرفی هم بیفته $40,000 میشه، یا میتونم با $20,000 بره خونه. عزیزم $20,000. نمیدونم پسر، راستشو بخواین اینجا اومدم که ببرم و حس میکنم که موفق میشم. وار. یا روی قمارباز واقعیه. این کارو فقط قماربازای واقعی انجام میده. فکر کردم میخواد بگه اومدم که ببرم، پس بزن به همین $20,000 راضیه. کنجکاوم بدونم میبردی یا نه. این کارو با من نکن. ببینیم. به حرف چندر گوش بیدین. وای $40,000 افتاد. وای. بهم گوش بدی. بخش بعدی چیز جالبیه. خب ایشون آناس و تا بالاترین شماره که بشماره بهش پول میدم. خب تا 10 بشمار. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. پس کاملا جدی میتونی تا هر چقدر بخوای بشماری و به ازای هر عددی که بشماری آخرش بابتش بهت $1 میدم. باشه. تنها شرطش اینه که اگه یه عددی رو جا بندازی باید از 0 شروع قبوله. کنی. بفرما شروع کن. 1
2 3 4 5 شمردن بهت خوش بگذره 88 اسیل نظر عدد رو جا بندازه 91 90 من اینجا باشم تا 1 میلیونم میشمارم، تا 10 میلیونم میشمارم، تا 100 میلیونم میشمارم. الکی نیست، اصلا الکی نیست. 93 104 105 113 143 144 145 هر دفعه جواب از اول بشماری. الان نوبت توه جولیا. میتونی $2000 نقد بگیری یا به ازای $10,000 اینو پرت کنی تو سبد. به ازای $10,000 اینو پرت کنی، باید وارد سبد بشی. ترجیح میدم توپو شوت کنم. وایسا جدی میگی؟ خیلی خوب. خیلی خوب. یکم مضطربم. بحث $10,000 پوله. دارم فکر میکنم. باشه. چند دقیقه حرف نزن دیگه. یالا برو بریم. بار اول. قشنگ تمرکز کرد. میدونست باید چی کار کنه. گفته بودم قبلا بازی کردم. بفرما اون پولا رو بریز اینجا. حالا این کیف پر از پول برای تو. نمیتونم بابتش به تبریک میگم. چندر بیا یه کار باحال بکنیم. میخوای $10,000 شرط ببندی که میزنی یا نه؟ دقیقاً اگه بخوای به یکی مستر بیست معرفی کنی همینطوری میتونی معرفیش کنی. یارو کیه؟ یه توپ بهت میده، اگه بندازی سبد $10,000 بهت میده. اگه پرتاب درست باشه به $10,000 میدم، اما اگه نزنی تو بهم $10,000 پول میدی که به خیریه احتاج دلم میکنم. میخواد ولی خیلی میترسم خطا بره. فقط پول یه ماشینه. یه سال اجاره. باخت. وای فقط اونجا که نزدیک بود توپو سمت کریس پرت کنه، انگار کریس یه کاری کرد. این منصفانه نیست. من یه حلقه جدید انداختم، این اذیتم میکنه. چطوری بری بغلش کنی؟ ریان بغل لازم هیچ کدوم داری. تو رفیق من نیستین. کسی نه این بعد منصرفم من کنه. میخواستم بیام ولی به بغلت تیمان داشتم. به خیریه فکر کن. همیشه برام سوال بود که اگه کلی پول پرتاب کنم چقدرشو میشه گرفت. بریم بفهمیم. و همینجا. خیلی خوب. تیم اون پایین تو دایره است. کلی هم پول داریم. بیایید اول نم نم بریزیم. شور. خیلی خوب چنده. تو هم بیا. راستی هر چی بگیری مال تو میشه. خب این به کسی یه سفق فروشی نمیده. اگه سمتش پرتاب کنیم چی؟ بزنید بریم بچه‌ها. چند در بزنش به سقف. پول رسما تو سقف گیر کرد. نگاه پسر اونو باید بیاریم پایین. کنجکاوید بدونید شمارش دخترها به کجا رسیده. نه 6784 6785 6786 وای باورم نمیشه اینقدر رفتن بالا. با هم بالاییم البته. باید بریم پایین. ما رو یه جا بذار که اگه بپریم نمیریم. چند دلار تونستی بگیری؟ $1929. از لحاظ تاریخی تو اون سال رکود بزرگ اتفاق افتاده. داره بعدی نوبت تو نووا. میخوام انتخاب کنی کلاه، تیشرت، آفرین. با اطمینان گفتی. خیلی خوب دوباره میریم بالا. آماده ای؟ آماده چی؟ $8,071 تو این جعبه است. هرچی بتونی بگیری مال توه. رسما دارم کلی پول میریزم رو. $10,000 بود اما اون یکی پسر $1929. آره سال بزرگ. برو که رفتیم. داریم میندازیشون. داره از دستت میره. خب به یه شکلی نوها $1,920 گرفت. دقیقا $9 کمتر از اون یکی. حالا بذار من یه سوال بپرسم. حاضری $1,900 به ازای یه تسلا بگیری؟ خب نظرت چیه یه چالش دیگه انجام بدی؟ شاید یه چالش خوب در نظر گرفت. باشه. یه ثانیه وایسی. 10 تا لیوان دارم، یه پفک برمیدارم. اگه بفهمه تو کدوم لیوان پفک بهش تسلا شو میدیم. تو این ویدیو ZHC بهم یه تسلا شخصی دادم. آخر ویدیو کریس و چندر براش سنگ کاغذ قیچی کردن و کریس من بردم. چندر بابتش ناراحتی؟ اگه اون برد میشه برات یه تسلا جدید بخرم؟ الان 10 تا لیوانه. همجوری با شانسی بگی تو یکیش هست یا تکونش میدن؟ چجوریه داستان؟ آره گمون کنم. آره نه بیا اینجا. 10 تا لیوان اینجا هست. تو یکیش پفکه. اگه درست انتخاب کنی به تسلا کریسا میدم. خیلی خوب. ببین حالا شانس 1 در 9. دوباره انجامش نمیدم. میرم اونور. آره. راستی اگه ببری باید تمیزش کنی. عقبش خیلی آشغال داره. میخوای انتخاب کنی؟ امکان نداره. مگه میشه تو 9 تا لیوان احتمالش 1/9 دقیقا. واقعا درست بود. خدا. گمونم ماشینمو دادم رفت. واسه ببینم واقعا فقط یه دونه این کارو کردی. چجوری این کارو کردی؟ خوبیش اینه $1,900 میگیری. نه میتونی نگهش داری. میتونم پول نگه دارم؟ نگهش داری. این لباس هم اشانتیونه؟ وای اسم میکنم دارم خواب میبینم. وای خدا من باورم نمیشه. الان یه تسلا بردم. منم همینطور. تا به این صدا گوش بدید.
شبیه صدای ماشینه نه؟ و به صدای دوم گوش بدید. اینم صدای ماشینه، اما مسئله اینه فقط یک کدوم از این صدا واقعا مال یه ماشینه، اون یکی الکیه. اگه حد بزنی کدوم واقعیه یه ماشین یه بار میبری. دیگه میشه صدای دنده رو توش حس کرد. اولش صدای دستشویی بوده. نمیدونم واقعا از صدای تغییر دنده اون اولی خوشم اومد، پس میگم اولی. بهت نشون میدم صدای اولی رو از کجا آوردین. باشه. کار بیا اینجا. خیلی خوب، میخوام بهشون نشون بدی. از این چیزا متنفرم. اون وای خدای من باورم نمیشه. تو اینو انتخاب کردی، همینه که دستمه. بهت نشون میدم چی میتونستی وای بگیری. خدا نه. میتونستی اینو برنده بشین. ممکنه تا الان فهمیده باشید که باختن مردم رو خوب قبول نمیکنم. تو مسئولی کار. وای نه، ببین ماشینت داره میاد. برو سوارش شو. از اون ماشین نشونش میدم دیگه میتونستی اینو ببری یا بدبخت، ولی بوق برد. خوشم نمیاد. از قدیم گفتن تا سنشه بازی نشه. به 2 تا شانس میدم که $10,000 که باختی رو جبران کنی و قبل اینکه این پرتاب آزاد $5,000 رو بزنه بریم به شمارش دختر رو سر بزنیم. احتمالاً به $10,000 نزدیک شده. 9177 9178. خیلی خوب، پس دارید به 10,000 نزدیک میشید. وای. آره انگار یکی تو دوره کجا بودیم؟ مانیاست. 9193 ای چندلر، اون عددا خیلی بالان. دیگه الان گول نمیخورن. حقیقتا یکم غافلگیر شدم، اما بگذاریم. میخوای این پرتاب آزادو بزنیم؟ آره. خیلی خوب. آفرین. اگه 3 امتیازی بزنی $10,000 میبری پسر. بزن. آره. حالا $10,000 برنده شدی که $10,000 که باختی رو جبران میکنی. کلیپو پخش کن. آره. نه کلیپی که توش $10,000 باخت. میخوای $10,000 تو برای $20,000 ریسک کنی؟ میدونم میخوای بجام. آره. خیلی خوب. خیلی داریم خوب. ماشین میاریم. ممنون. جانبی جان. انجامش داد. بدش به من بینم. بذار اینو بگیرم. تو الان $20,000 برنده شدی که از لحاظ فنی $10,000 چون بهم $10,000 بدهکاری. اوه بده من. این یه شیپوره. اگه پشت این خط وایسی که خیلی دوره به بیننده ها نشون بده. $50,000 به بده. نظرت میتونم بزنم؟ صادقانه. همه تو خیلی ساکتی. بابا تهش اینه که استایلش بسکتبالیه، بهش میاد بزنه. حتی پرتاب کردنش هم اینه که اینطوری میگیرن پرتاب میکنن بسکتبالیه. بازی دیگه. تهش بیشتر از این حرفاست. اگه ببازه بهم $10,000 بدهکار میشه. کلیپو پخش کن. کلیپ خیلی خوبیه. بیاد یه بار دیگه ببینیمش. دوست دارم. همزمان 100 بار پخشش کن باشه. تایلر به نظرت اگه برای این ضربه $20,000 ریسک کنه احمقه یا نه؟ نه چون پول من نیست که دلم بسوزه. چندلر وای این نمیره. آی دلم میخواد بمیرم. رفیق متاسفم دیگه نباید تو رو تو این وضعیت قرار بدم. آره. واقعا میگم باید فقط بهت پول بدم تا نتونی چیزی از دست بدی. اینطوری عالیه. 11150 11151 نمیتونیم بذاریم تا ابد بشمارن. یه خبر داریم که باید بهتون بدیم. از الان 1 ساعت وقت خیلی داریم. بعدش برمیگردیم و تا هر کجا که بودید بهتون پول میدیم. و باید خیلی از خوب. اول شروع کنید. نه 11248 خوش بگذره. 10 خوب قضیه از این قراره سرای. اگه لیوانی که سویچ ماشین داره رو پیدا کنی ماشینو برنده میشی. تو میتونی. کارل ازت میخوام تروی تو جایی ببری که نتونه لیوانا رو ببینه و اگه یکم پرخاشگر شد از این استفاده کن. از این طرف بهت ضربه زدن رو یاد میدم. باشه. عالیه درست همینطوری. خیلی خوب اینو برمیداریم. خب اینم انگار برمیداریم. یکم لبقه. همینطوری اونوری و اینوری نه. ترای بیا ببین ماشین برنده میشه یا نه. باشه. 8 تا لیوان اینجا هست. 2 تا سویچ ماشین داره. من میرم این پایین باشه. وای خدا تو هم باهوشیه. برو جیمی. نزدیک لیوانی که فکر میکنی توش سویچ ماشینه. بهش دست نزن. شانس 25%. باشه. اون؟ آره خیلی خوب میخوای برش داری؟ آره. اوه بیایید ببریمش بیرون و ماشین جدیدش رو نشونش بدیم. بفرما.
اینو ببین. بزن بریم. بله خب بپر داخل. زود باش سوارش شو. عجب اسم محشری داره پسر. یه ماشین بردم. دیدن ماشین برنده شدن تروی یه جورایی باعث شد برای اینکه $10,000 باختی دلم بسوزه. اما این شانس رو داشتی که جبرانش کنی. وای این نمیره. آره نکردم. زک بیا اینجا. میذاریم برادرت سعی کنه نجاتت بده و $10,000 تو بده. چقدر درازتره دادشش. فکر کنم این دیگه میتونه بندازه. خدای من. انتخاب کن. بادکنک قرمز یا بادکنک سفید. بادکنک‌های سفیدو ببین بهتر. برو سراغ اون چهارتایی رو میبینیم. فکر خیلی خوبیه. خیلی خوب یه قدم برو عقب. این برای $5,000. یه قرمزو بهتره کن. قرمز کارل میتونی اونجا وایسی برو. برو سراغ چهارتایی. این یکی یا اون یکی؟ اون یکی. اون یکی. خیلی خوب. شاده اومدم بیرون. یه قدم برو عقب. این یکی برای $10,000. چندر شاید بخوای بهش انرژی بدی. به جام سکشتا میتونی ببین 4 تا اینجا هست مثل دفعه و پیش یادت نره از که این پول هیچی بهت نمیرسه چون مال اونه. آره تو میتونی. خیلی عالیه. خیلی خوب یه بادکنک قرمزو بهتر کن. استرس منم همینطور. خیلی خوب چندر تو دیگه بدهی نداری. $10,000 اینجا از دست دادی و الان $10,000 برد. اما میتونه برای $20,000 ریسک کنه. چی من میزنم بزن بریم. جدی؟ برای بیشتر از 10,000 تاست دیگه لازم نداریم. بزن بریم. خیلی خوب ببین چندلر ممکنه بدهکار بشه. خیلی خوب چندلر پول میگیره. ایسا. برای چندلر پول بازی داری. کردی. چندلر پول گیره. آره. بیاید $30,000 کنیم. خدای من. دیگه انجامش نمیدیم من نمیخوام. میرم بابا. داره میره. آره اگه اینو بزنی شما $30,000 میبرید. اما اگه نزنی لعنتی. تو احمقی زک. حداقل پفک گرفته نزن. داداش اونقدرام سخت نیست. اونقدرام سخت نیست پسر. حداقل شما دوتا هنوز برادرید بغل ولی کنید. همدیگه رو دارم. ولی 10,000 تا که نداریم. من خیلی جیگرم. وقت دخترها تموم شد. آرایش نظامی بگیرید. تصور کن همچین صدایی بیاد سمتت. احتمالا بهتره بس کنیم ممکنه معذب بشن. 14,439. دیگه نشمارید. آخرین عددتون چنده؟ 14,439. شما $14,439 در آوردید. چی میخوای باش بخری؟ میخوام باش وامای دانشجوییمو بدم. چرا می سرویس ما رو نمیبره تو ویدیوش؟ پول بده. امیدوارم که خوشتون اومده باشه. اینجا میتونید ویدیوهای دیگه از دابلند و دوبله های فارسی دیگه ای از یوتیوبرهای دیگه و حتی مستر بیست هم ببینید. کلیک کنید برید لذت ببرید. خیلی باحالن. بزن.